تو هم اگه دلت میخواد عصرونه یه کیک بخوری با این بافت نرم پر از فیبر و رژیمی، بدون آرد، بدون شکر و بدون روغن، تا آخر این ویدیو همراه من باش. 2 تا دونه تخم مرغ رو توی ظرف میشکنیم و یه قاشق چای خوری وانیل بهش اضافه میکنیم. وانیل برای اینه که بوی زهم تخم مرغ گرفته بشه. با دور تند همزن 3-4 دقیقه تخم مرغ و وانیل رو هم میزنیم تا که کرم رنگ بشه. اینطوری بوی زهمش هم گرفته میشه. همزن برقی رو میذاریم کنار. به تخم مرغمون 2 تا قاشق غذاخوری کره بادوم زمینی اضافه میکنیم و خوب همش میزنیم. بعد از اون 4 قاشق غذاخوری شیره انگور یا شیره توت یا شیره خرما، هر چی که دم دستتون هست، به موادمون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. حالا نوبت جوی 2 سره. 8 قاشق غذاخوری جوی 2 سر به موادمون اضافه میکنیم که سرشار از فیبره. بعد از اون 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر به مواد اضافه میکنیم. من اینجا 1 قاشق غذاخوری پودر کاکائو هم اضافه میکنم برای کنترل قند خون و خواص زیادی که داره. من 2 قاشق غذاخوری مغز تخمه آفتابگردونم اضافه کردم. تو هر مغزی که دوست داری میتونی به کیکت اضافه کنی. این کیک رو هم توی فر میتونی بپزی، هم توی قابلمه روی گاز. این کیک خوشمزه رو حتما درستش کن و از خوردنش لذت ببر. تو کانال منم حتما مشترک شو.